مامان خیلی داره برف میاد، گرگا میخورنم. میتونم نرم مدرسه؟ نری مدرسه؟ ببین اینکه برفه، سنگم از آسمون بیاد باید بری مدرسه. مامان میشه امروز نرم مدرسه؟ به چه مناسبت؟ سرما خوردم. بیا صبحونتو بخور برو مدرسه. حالت بد شد زنگ بزن خودم میام دنبالت. نمیخوام. مامان امروز هوا آلوده است، میشه نرم مدرسه؟ آره مامان بیا تو خطرناکه. پس من میرم تو کوچه بازی کنم. سماعی یه هفته سر کلاس آنلاین نشدی، معلومه کجایی؟ خانم حجم اینترنتمون تموم شده بود متاسفانه. وای اگه این کنکور و امتحانا رو بدم. چه برنامه هایی دارم. میرم کلاس گیتار و یه گیتاریست حرفه‌ای میشم. اصلا هندی یاد میگیرم و میرم بالیوود. مگه تو کنکور نداری دائم تو فکر و خیالی؟ ای خدا یه بچه مثل خودش بهش بده. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house. مامان به خدا خودم تمیز میکنم اتاقمو. دسته اول اونی که استرس اینو داره که چیزایی که تو این یه سال تو اتاقش جاساز کرده یه وقت لو نره. واکن در اون طویله رو کپک گذاشتی. اون گوشه. دسته دوم اونی که خونه تکونی واسش یه رقابت تنگاتنگ در سطح فامیله و هر کاری میکنه که از بقیه جا نمونه. ای بابا کی آخه اینجا رو میبینه؟ جای این کار لیوان چای بدین دست ما. دسته سوم اونی که خونه تکونی رو امری کاملا بیهوده میدونه و همش در حال غر زدنه. دسته آخر همونایی که یه جوری کار میکنن که کار نکردنشون رو به کار کردنشون ترجیح میدن. پاشید جاگیرتون نمیادا. بابا ساعت 5 صبح. دیدید جاگیرتون نیومد. اونجا یه جای خالیه. فهمیدید چرا اینجا خالی مونده؟ بغل توالت عمومیه. پس من یه دستشویی میرم. برو. صفحه ها. اینم صفیه مگه؟ الان همه چیز صفیه عزیزم. بود آخر. به به. عجب جوجه‌ای زده. آره خدایی چسبید. پاشید جمع کنیم بریم دیگه. آقا یه خانواده اینجا نشسته بودن ندیدی؟ 2 ساعت پیش همه رفتن از اینجا. یه توالت رفته بودم. از من کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی. خب ببین تو 3 تا سیب داری. سیب دوست ندارم. خب 3 تا پاستیل داری. 4 تا پاستیل دارم. خب 4 تا پاستیل داری. 3 تاشو من خوردم. بابا سارا پاستیلای منو خورده. نه ببین الکی من نخوردم. بابا سارا میگه پاستیلای من الکیه. باز چتونه؟ بابا دارم باهاش ریاضی کار میکنم. خوب یاد میگیره پروفسور بابا. این بچه هوش و ذکاوتش به خودم رفته. بابا این خیلی اسکله. بابا اسکل اسم یه پرنده است. بعد این همه سال میاد خوراک. بابا خودت سرچ کن ببین. الان خودم سرچ میکنم میبینیم. سال نو مبارک عزیزم. ممنونم. بابا نوئل واسم کادو فرستاده. یعنی چی میتونه باشه؟ یا اول فصل پرو مکس. دمت گرم بابا نوئل. Last Christmas I gave you
تو توالت میمونی یا؟ اومدم. عیدتون مبارک. بابا به ما عیدی نمیدی؟ بابا عیدی بده. قد خرس گنده شده عیدی میخوای؟ ماشاءالله. من عیدی بچه رو بده بهش. ای بابا بیا. دخترم بده من برات نگه میدارم. خب دخترا امسال که کلن تعطیل بودین واسه تکلیف عیدتون قطعش کردم. هیچ دلیلی هم نداره که 2 هفته تعطیلتون کردن واسه عید نوروز. پس یه دور از رو همه کتاباتون می نویسین. اینم پیک شادی برای وقتایی که بیکار موندین. روز بعد 13 بدارم امتحان دارین. هر کی نیاد 0 میشه. فعلا خدا حافظ. پیک شادی اسمش پیک شادی بود ولی هر ورقش غم و غصه بود. از بس سخت و زیاد بود. فقط یه دختره که میتونه تو رو از همه جا بلاک کنه، شمارش هم عوض کنه و در آخر منتظر باشه از یه جایی به یه طریقی بهش پیام بدی. Korona mısın? Ne koronası ya? Eminsin değil mi bro? Tabii. Ha ha hapçi. Korona mısın? Tabii ki değilim. Değilsin değil mi bro? Yani. Hapçi. Korona mısın? Stop playing with me. رفتی آن دیدی که بی تا شکر